سلام، خوبین؟ عزیزم ببخشید میخواستم ببینم سفر لاکچری چی داریم. پسرم ایشون قول داده بود که اگه پسر خوبی باشه یه سفر خوب با هم بریم. میخواستم ببینم تورمور چی داریم. سلام، خوش اومدید. پسرتون هستن؟ فکر نکنم بهشون میخوره همسرتون باشه. نه پسرمه. اوکی، حالا خیلی هم مهم نیست. سفرهای داخلیمون کیش 8 تومن، قشم 7600. رزرو کنم براتون؟ سفر داخلی نه، سفر داخلی نه، خیلی پسر خوبیه، واسه همین میخوام سفر خارجی ببرمش. سفرهای خارجی هم بخواید استانبول داریم 21700، کوشادسی داریم 26900، آنتالیا داریم 24300. نظرتون راجع به اینا چیه؟ ترکیه نه عزیزم، ترکیه ما زیاد رفتیم، نه اونجا رو نمیخوام. تایلند چطوره؟ فکر میکنم مورد پسند پسرتونم باشه و خوشحال برگرده. فقط 54300. تایلند که نه اصلا، نه خودم میذارم نمیذارم پسرم بره. تایلند خوب نیست. خب پس بهترین گزینه برای شما میشه بالی. بالیمون هم فقط 95 میلیون. بالی چطوره؟ آره عالی مامان. خب اوکی، برای ما بالی رو رزرو بکنیم. پاسپورتتو بده بفرمایید. فقط ما نقد لطفا برامون حساب بکنید، بعدم بلیطو برامون مرسی. سفر خیلی خوبی داشته باشید. همه اطلاعاتو براتون واتساپ میکنم.